تا حالا براتون پیش اومده جایی رفته باشید، مهمونی، توی خیابون، مغازه‌ای و افرادی رو ببینید که میبینید وضوح گفتار خیلی خوبی ندارن، شما گوشتون رو تیز میکنید ببینید چی داره میگه اصلا، یا متوجه منظورش نمیشید وقتی داره صحبت میکنه، یا اینکه ممکنه یه نفر ببینید که داره شل حرف میزنه، احساس میکنید اون محکم بودن عضلات گفتاری وجود نداره و خب یه جوری باعث میشه که شما توجهتون جلب بشه یا مثل بقیه مردم صحبت نکنه. یا اینکه ممکنه کودکی رو دیده باشید که حالا یا گفتارش خیلی سریع باشه یا یه سری حروف رو نتونه بیان کنه، مثلا میخواد بگه کتاب به جاش داره میگه تتاب. میخوایم ببینیم علت این مسائل چی هست و اصلا به خاطر چی این مسائل به وجود اومدن و چه راهکارهایی وجود داره که بتونیم این مسائل رو حل کنیم. سلام، فاطمه هستم، آسیب شناس گفتار و زبان. همونطور که بهتون گفتیم میخوایم بدونیم که چرا اصلا این افراد اینجوری صحبت میکنن، چرا دارن شل حرف میزنن، چرا شما توجهتون جلب میشه به سمت این افراد. ممکنه حتی تون صدا متفاوت باشه یا مثلا ممکنه افرادی رو ببینید که یک کوچولو حین صحبت کردن آبریزش دهانی داشته باشن، پرش آب داشته باشن وقتی دارن حرف میزنن و خب هم روی اعتماد به نفس خودشون اثر میذاره، همین که خب برای شما خوشایند نیست و ترجیح میدین خیلی با این افراد صحبت نکنید. یه سری تمرین ها وجود داره، یه سری حالا تحریکات دهانی وجود داره که ما میتونیم کمک کنیم تا به صورت روزانه اینا انجام بشه و حالا اون افراد وضوح گفتار بهتری پیدا کنن. تمریناتی که من میخوام بهتون بگم تمرینات جنرال هستن و قراره به صورت عمومی گفته بشه، یعنی شما میتونید توی خونه انجام بدید، با وسایل خیلی ساده‌ای داره انجام میشه این تمرینات و نیاز نیست خیلی حالا پیچیده‌اش کنید. اما اگر مشکلی وجود داره که به صورت بیسیک هست، عضله‌ای توی دهان مشکل داره، هماهنگی عضلات دهانی مشکل داره، یا نه ممکنه فردی رو ببینید که آبریزش شدید دهانی داره، از حالت معمول خیلی بیشتر هست، این افراد خب قاعدتاً باید به گفتار درمانگر مراجعه کنن و حالا مشخص بشه که دقیقاً کدوم عضله دچار مشکل هست و برای همون عضله تحریک حالا دهانی بگیرن یا یه سری حالا تمرینات بگیرن که بخواد اون مشکل اون عضله مشخص بشه. حواستون باشه چیزهایی که گفته میشه توی فضای مجازی یا اینجا من توی کانال دارم بهتون میگم تمرینات عمومی هست، قرار نیست که هر کسی رو که میبینید با هر مشکلی این تمرینات رو بهش بگید. اما مثلا ممکنه توی خانواده داشته باشید افرادی که حالا علاقه به خوانندگی دارن، معلم هستن یا حتی مداح هستن، برای بهتر شدن وضوح گفتارشون و برای اینکه حالا بقیه لذت بیشتری ببرن از هم صحبت شدن باهاشون، میتونید از این تمرینات استفاده کنید. پس قراره که در این ویدیو ما 5 تا تمرین عمومی داشته باشیم که تا آخر ویدیو همراه من باشید. حواستون باشه سابسکرایب یادتون نره، ویدیوها رو دنبال کنید، خیلی تمرینات متنوعی تو گفتار درمانی قرار داده بشه و بقیه رشته ها و میدونید دیگه ادنزون رسالتش چیه؟ ترویج علم. وقتی که عضلات گفتاری ضعیف باشن ممکنه یه سری مشکلات به وجود بیاد. بهتونم گفتم مثل شل حرف زدن یا اگر خستگی احساس میکنید موقع حرف زدن، به خصوص ممکنه افرادی که از صداشون به صورت حرفه‌ای استفاده کنند و نیاز هست بالاخره در طول روز تعداد افراد زیادی رو ببینن و با همشون بخوان صحبت کنن، ممکنه یک سری خستگی ها داشته باشن توی عضلات دهانی یا همون آبریزش های کوچولویی که وجود داشته باشه، پرتاب آبی که وجود داشته باشه و این بخواد اذیت کنه بقیه رو. حتی یه موقع‌هایی ممکنه باعث بلع سخت بشه، یعنی اگر ما عضله گفتاری ضعیفی داشته باشیم، حالا البته این همش تخصصی هست دیگه، یعنی اگر که میبینید فردی در کنارتون هست که این مشکلات رو داره، بهتره که خب برای ارزیابی و حداقل یه غربالگری یا یه مشاوره ساده پیش گفتار درمانگر بره. اما اگر که میخواد خودش حالا یه سری کارها رو انجام بده، این موارد میتونه کمک کنه که حتی بلع سختی که وجود داره بخواد از بین بره. ممکنه ببینید افرادی رو که خب مثلا حتی سرعت جویدن خیلی زیاد باشه یا نه
میزان جویدنشون کم باشه. وقتی که میخوان قورت بدن ماده غذایی رو، لقمه ها درشت‌تر هستن و به یک فشار دارن حالا قورت میدن یا آب دهنشون رو خیلی سخت قورت بدن. همه این موارد میتونه باعث حالا یه سری مشکلات بشه در گفتار و در بلع. حتی یه مورد دیگه که میتونم بهتون بگم اینه که شاید دیده باشین بچه هایی که میخواد بگه طبقه میگه طبقه، میخواد بگه مثلا فقط بخواد حالا جابجا کنه جای حروف رو، میخواد بگه بغل بگه بلغ. یعنی حالا هم اینها یه سری مسائل شنیداری هست، یه سری مسائلش مربوط میشه به عضلات گفتاری و هماهنگی گفتاری. اما حتی روی همین موارد همین تمرینات میتونه اثر بذاره، البته خب به صورت خیلی عمومی هست. میخوایم بریم سراغ تمرینات. آماده باشید. تمرین شماره 1. سعی میکنید لپاتون رو باد کنید تا جایی که در توانتون هست، چون دامنه حرکتی گونه رو ما میخوایم افزایش بدیم. شروع میکنید لپاتون رو باد میکنید، 5 ثانیه نگه میدارید و بعد خیلی آروم هوا رو خارج میکنید و 5 بار این تمرین انجام میشه. من این تمرینا رو خودم هم باهاتون انجام میدم که بدونید دقیقاً روش کار به چه صورت هست. شروع میکنید لپاتون رو باد میکنید، خیلی آهسته باید هوا رو خارج کنید. این تمرین 5 بار پشت سر هم باید انجام بشه. روی چه مواردی اثر میذاره؟ همونطور که گفتم روی دامنه حرکتی عضلات گونه. خب وقتی که شما هر چقدر میتونید اینو باد میکنید حرکت میکنه دیگه، دامنه بیشتر میشه، یعنی بیشتر حرکت میکنه تا فردی که خیلی کم میتونه هوا رو داخل دهن خودش نگه داره. مورد بعدی رو چی اثر میذاره؟ روی یه عضله ما اینجا داریم، عضله اوربیکولاریس اوریس، که باعث میشه بستگی لب ما داشته باشیم. وقتی که من حالا هوا توی دهنم هست، وقتی که لبهام بسته باشه، هیچ خروج هوایی در اون 5 ثانیه اول نداشته باشم، قدرت این عضله بالا میره و بستگی لب بیشتر میشه. شاید دیده باشین بچه ها یا بزرگ سالانی که اطرافتون هستن، میبینید دهن معمولا بازه. حالا البته علتهای مختلفی ممکنه داشته باشه. یکی از علتهای خیلی سادهش ممکنه حواس پرتی باشه، اما یکی از علتهاش هم میتونه ضعف عضله، همین عضله‌ای باشه که بهتون گفتم. پس وقتی که نگه میدارید هوا رو، باید حواستون باشه هیچ خروج هوایی نداشته باشید. برای اینکه بخواید اینو چک کنید، میتونید انگشتتون رو بگیرید یا یه برگ دستمال کاغذی بگیرید ببینید آیا حرکتی میکنه یا نه. پس ما دوباره لپمون رو باد میکنیم، نگاه کنید. کسی که بتونه این حرکت رو انجام بده، روی فشار هوای دهانی رو هم میتونه کنترل کنه. فشار هوای دهانی رو خیلی افراد هستن، حالا نمیدونم شما مراجعه داشتید به کلینیک‌های گفتار درمانی یا نه، ولی که میبینید تو همین مسائل خیلی دچار ضعف هستن و کاملا رو گفتارشون اثر میذاره. یا صداشون تو دماغی شده. وقتی که من هوا توی دهنم هست، 3 تا دریچه بسته هست، یکی لب، یکی عضلات حلقی من بسته است که هوا حالا خارج نشه از اون طرف، و یکی هم حلق بینی بسته هست که هوا از بینی به صورت پرفشار خارج نشه. پس این تمرین روی این مواردی که گفتم اثر میذاره، روی عضله گونه، فشار هوای دهانی و عضله لب‌ها. این به صورت کلی. تمرین شماره 2. میخوایم روی فوت کردن کار کنیم. به چه صورت؟ یه لیوان میارید یا یه کاسه پر از آب. برای بچه ها این تمرین خیلی جذاب هست. میتونید کلی بازی‌های متنوع کنید. یه دونه نی و شروع میکنید توش فوت میکنید. خب این حرکت رو که انجام بدید، باز روی چه عضله‌های اثر میذاره؟ خب حالت همون باد کردن لب هست دیگه، باد کردن گونه ها. پس روی عضلات گونه اثر میذاره. من وقتی که لبم رو گرد میکنم دور نی،
فقط هوا از توی نی حرکت میکنه میره جلو. یعنی اگر کسی بخواد فوت کردن صحیح داشته باشه باید حواستون باشه از کناره های نی هوا خارج نشه. یعنی اگر که من اینو گرفتم اینجا، فقط این نوک انگشت من داره خروج هوا رو حس میکنه، این قسمت ها نباید احساس کنه. فقط این قسمت داره احساس میکنه. پس روی باز همون عضله‌ای که بهتون گفتم، عضله اوربیکولاریس اوریس اثر میذاره و باز هم روی کنترل هوای دهانی. کسی که میخواد فوت کردن داشته باشه وقتی که یک نفس عمیق میکشه بعد به مرور این هوا خارج میشه. برای بچه‌ها خیلی جذابه. یه کار دیگه که میتونید بکنید، میتونید یه برگ دستمال کاغذی رو بردارید. حالا من یه تیکه کوچولوش رو میایم خورد میکنیم. خیلی بازی‌های متنوع میتونید انجام بدید. حواستون باشه فقط یکم خلاقیت میخواد. شروع میکنید فوت میکنید و خب خیلی برای بچه‌ها جذاب هست. در عین حال باعث کمک به بچه‌ها میشین و روی این عضلات کار میکنید. تمرین شماره 3. این همه راجع به گونه حرف زدیم و لب، بریم سراغ زبان، عضو اصلی گفتار ما. بالاخره شما هر حرفی رو که تولید میکنین، حالا قالب حرفا، من همه حرفا رو نمیگم، زبان خیلی توش نقش موثری داره دیگه. مثلا من زبونمو میبرم پشت دندون بالا، چی تولید میشه؟ ت، د، ن. یک کوچولو میبرمش عقب‌تر سمت گودی کام، ل تولید میشه. میتونم خلف زبونم رو ببرم بالا، یعنی خلف زبون عقب زبون برخورد میکنه به سقف دهان، حروف خلفی تولید میشه. چی هستن اینا؟ کا، گا، قا. خب حالا برای اینکه ما نمیخوام تخصصی این حروف رو الان آموزش بدم بهتون که چجوری باید تلفظ کرد، اما میخوایم بگیم چجوری روی زبان میتونیم کار کنیم. میخوایم فقط دامنه حرکتی زبان رو بالا ببریم. یه حرکت خیلی ساده هست. میتونید روبروی کودکتون بشینید، روبروی آینه بشینید، سلفی گوشی، هر چی که دوست دارید. شروع میکنید یه حرکت دایره‌ای زبون انجام میدید روی قرمزی لب. نگاه کنید من انجام میدم. این یه دامنه خیلی خوب هست واقعا. یعنی اگر که کودکی بتونه اینو انجام بده، حالا حتی اگه مشکل وضوح گفتار داشته باشه خیلی سریعتر مشکلش برطرف میشه. بعد یه بارم برعکسش رو انجام میدیم. خب یعنی ما الان هم دامنه زبان رو افزایش دادیم، زبان تا مثلا بالاترین قسمت اومده. البته بالاتر از این هم میتونه بره، یا حرکت‌های راست و چپ شما میتونید بیشتر هم انجام بدید، اما این دامنه قابل قبول هست. و هم هماهنگی حالا عضلات زبان رو یه کوچولو انجام دادیم. البته که بحث هماهنگی بحث بسیار گسترده‌ای هست و تمرینات خیلی متنوعی داره، اما میتونید این رو هم در کنار حالا بازی‌هایی که با کودکتون میکنید انجام بدید. حواستون باشه تمرینایی که دارم بهتون میگم با یک بار دو بار قرار نیست به نتیجه برسید. اینها رو باید روزانه تمرین کنید و خب کار نیکو کردن از پر کردن است. تمرین شماره 4. یه تمرین حالا اینم جذاب هست برای بچه‌ها. میتونید از وسایل مختلف استفاده کنید. یه چیزی که ما گفتار درمانگرا خیلی استفاده می‌کنیم و شما تو همه مطب‌های پزشکی هم دیدین، این وسیله است، چوب معاینه یا آبسناک. این رو بچه‌ها بتونن، یا حالا بزرگسالا، من هی استفاده می‌کنم از بچه‌ها به خاطر اینکه مشکلات تولید و تلفظ و وضوح گفتار توی بچه‌ها بیشتر هست. البته بزرگسالانی هم داریم که دچار یه سری مشکل باشن، اما همین رو به این صورت بین لب‌ها نگه می‌دارید و زمان می‌گیرید برای خودتون. حواستون باشه نکته که اینجا مهمه اینه که با دندوناتون نباید بگیرید. ما می‌خوایم فقط لب درگیر باشه، اینجوری. خب سخت‌تر چی میشه؟ اینکه وقتی من اینو اینجوری گذاشتم، مثلا دو تا خمیر بازی رو بردارید، گرد کنید و دو طرف بذارید. خب سنگین تر میشه دیگه. یعنی وقتی من اینو اینجا گذاشتم و دو تا خمیر اینجا قرار بگیره، لب پایین من باید کنترل بیشتری داشته باشه، قدرت بیشتری داشته باشه تا بتونه این چوب معاینه رو نگه داره.
اگر میخواید سخت ترش کنید میتونید به این صورت بذارید و بعد شروع کنید یه چیزی روی این بذارید. الان من انجام میدم براتون. و بعد یک وسیله بذارید و نگه دارید با لب‌هاتون. یک کوچولو توی این تمرین ممکنه عضله های فک هم درگیر باشه، ولی ما میخوایم بیشترین فشار روی لب باشه. یه چیز سنگین تر میتونیم استفاده کنیم از قاشق. قاشق رو برمیدارید، باز بین لب ها قرار میدین. من دندانم هیچ برخوردی نه با چوب معاینه داشت نه با قاشق. هر کاری که انجام دادم با عضلات لب بود. باز این هم برای بستگی لب خیلی کمک کننده هست و خب میتونید زمان بگیرید بعدش ببینید کودکتون چقدر میتونه نگه داره و به مرور این زمان نگه داشتن افزایش پیدا کنه. یکی از متغیرها اینه. یکی دیگه هم این هست که میتونید وسیله‌ای که میذارید سنگین تر بشه. حواستون باشه توی این تمرینات زیاده روی نکنید. ما نمیخوایم بچه‌ها رو اذیت کنیم، فقط میخوایم یک کمک کوچولو بهشون کرده باشیم. تمرین شماره 5. یک لیوان آب برمیدارید و شروع میکنید یه مقدار از اون آب رو توی دهن خودتون نگه میدارید بدون اینکه آب رو قورت بدید به سمت پایین بره یا بخواد بریزه. این تمرین هم خیلی کمک میکنه روی عضلات حلقی و باز هم روی عضله لب خیلی کمک کننده هست. به میزان کافی آب رو نگه داشتید، حالا دیگه بعدش بچه ها میتونن برن سراغ آب بازی یا اینکه آب رو بخورن، مسئله نیست دیگه اونجا. اما حواستون باشه این تمرینات یه تمرینات کلی بود، یه تمرینات عمومی بود که همه میتونن انجام بدن و کمک کنن که وضوح گفتار بهتری داشته باشن، صدای بهتری داشته باشن. پس متوجه شدیم که مشکلات وضوح گفتار چه چیزایی هست و اگر که ما عضلات گفتاری ضعیفی داشته باشیم حتی میتونه روی اعتماد به نفسمون توی جامعه هم اثر بذاره. من 5 تا تمرین براتون گفتم، روی عضلات مختلف اثر میذاشت، روی عضلات گونه، عضلات لب‌ها و زبان و حالا یه سری عضلات که در کنار اینا کمک میکنه که ما گفتار بهتری داشته باشیم. اینا رو به صورت روزانه انجام بدید، تجربیاتتون رو با همون به اشتراک بذارید. اگر که میبینید مشکلات جدی‌تری وجود داره، آبریزش‌های شدید دهانی، مشکلات خیلی خیلی شدید گفتار و وضوح گفتار، مثلا اگر که فرد غریبه واقعا متوجه گفتار شما یا گفتار فرزندتون نمیشه، اینا دیگه مسائل تخصصی هست و نیاز هست که کاملا تخصصی ارزیابی بشه. این تمرینات رو انجام بدید، لذت ببرید از وضوح گفتار خودتون و کودکتون. حواستون باشه سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید. میدونید که قراره که ویدیو کاملا علمی پیش بره و کمک کنه به کیفیت زندگی شما. ویدیوی بعدی ما هم باز میتونه یک سری تمرینات باشه راجع به وضوح گفتار و همچنین راجع به یک سری علت‌ها که ممکنه باعث تأخیر گفتار بشه و والدین کاملا ناآگاهانه خودشون باعث تأخیر گفتار کودکشون بشن. کانال ما رو داشته باشید، ما رو دنبال کنید و سابسکرایب کنید.